فرشته‌ای که سقوط کرد، اولین گناهکار. امروز وقتشه بفهمیم کی تو سایه منتظره. بریم که ببینیم شیاطین از نظر مسیحیت و واتیکان چند هستن و کی هستن. یک لوسیفر. طبق باور مسیحیت لوسیفر یه فرشته مقرب و خیلی زیبا بود که به عنوان آورنده نور یا ستاره صبح شناخته میشد. تقریبا میشه گفت بالاترین مقام بین فرشته‌های خدا داشت و خیلی هم مورد اعتماد خدا بود. داستان سقوط لوسیفر تو کتاب مقدس به طور مستقیم و واضح بیان نشد، اما بر اساس یک سری تفسیرها از قسمت‌های مختلف کتاب مقدس، به خصوص کتاب اشعیا و کتاب مکاشفه یوحنا، لوسیفر به خاطر غرور و تکبر علیه خدا شورش میکنه. لوسیفر فکر میکنه که میتونه با خدا برابر بشه و حتی جای اونو بگیره. اون یه لشکر از فرشتگان رو با خودش همراه میکنه و علیه خدا قیام میکنه. اما خدا به فرشته مقرب دیگه‌ای به اسم میکائیل دستور میده که با لوسیفر و لشکرش بجنگه. در نهایت میکائیل پیروز میشه و لوسیفر و فرشتگان یاغی همراهش از بهش رانده میشن. بعد از سقوط لوسیفر دیگه آورنده نور نیست، بلکه تبدیل به شیطان میشود، دشمن خدا و وسوسه‌گر انسان‌ها. شیطان به دنبال اینه که انسان‌ها رو از خدا دور کنه. شیطان تو مسیحیت نقش یه شخصیت منفی و قدرتمند داره که دائما در حال جنگ با خدا و پیروانشه. مسیحیان معتقدن که شیطان مسئول تمام بدی‌ها و رنج‌هایی هست که تو دنیا وجود داره، اما مسیحیان همچنان معتقدن که خدا از شیطان قوی تره و در نهایت بر اون پیروز میشه. عیسی مسیح با مرگ و رستاخیزش قدرت شیطان رو شکست داد و راه نجات رو برای انسان‌ها باز کرد. شیاطین فرعی، شیاطین سقوط کرده کی هستن و چه کار میکنن؟ الان دسته و لشکر شیطان محسوب میشن و کار اصلیشان اینه که با خدا و نقشه‌های الهی مخالفت کنن و سعی کنن انسان‌ها را از راه خدا منحرف کنن. وسوسه‌های انسان‌ها یکی دیگه از کارهای ایناست و میشه گفت اصلی ترین کاری که اینا میکنن اینه که انسان‌ها را وسوسه میکنن و به گناه و به دروغ و به فریب و وسوسه‌های مختلف میکشن و آدم‌ها را از راه راست دور میکنن تا به سرنوشت خودشان دچار بشن. شر و تاریکی نماد آنهاست و آنها هر چیزی هستن به جز خیر و نور، یعنی قشنگ برعکس خیر و نور. اینا شر و تاریکی، بدبختی، بیچارگی، همش نماد ایناست. توی خیلی از متن‌های تاریخی، مذهبی و افسانه‌ها آنها را شیطان و موجوداتی می‌دانند که با دروغ و فریب و کارهای شیطانی سعی در نابودی یا منحرف کردن انسان‌ها دارند. یکی دیگه از کاراشان مبارزه با خیر است. در واقع آنها نماینده قدرت‌های منفی هستند که در مقابل قدرت‌های مثبت و الهی ایستادند. داستان دقیق شروع لوسیفر به صورت جزئی عهد عتیق، کتاب اشعیا، حزقیال و عهد جدید، کتاب مکاشفه یوحنا بهش اشاره شد، ولی تفسیرها و جزئیاتش گاهی با هم فرق داره. مثلا تو کتاب مکاشفه یوحنا از جنگی تو آسمان و افتادن اژدها که همون شیطانه و فرشته‌هاش حرف زده، اما توی کتاب اشعیا همچین چیزی گفته نشده و راجع به خود فرشته‌ها مستقیم صحبت شده. شیاطین معروف تو سنت مسیحی شخصیت‌های معروفی مثل بئلزبوب، ابلیس، مرموت و خیلی های دیگه به عنوان فرماندهان یا شیاطین برجسته شناخته میشن که هر کدام قدرت و نقش خاص خودشان دارند. ارواح خبیثه. این ارواح خبیثه همون فرشته‌ای هستن که تو شورش لوسیفر علیه خدا شرکت کردن و شکست خوردن و وقتی از بهش رانده شدن دیگه فرشته خوب نشدن و تبدیل به شیاطین یا دیو شدن یا همون جن در اصطلاح خودمون. اینا ارتش و لشکر شیطان رو تشکیل میدن و به دستور اون کار شیطانی انجام میدن. یعنی بخوایم در نظر بگیریم لوسیفر در بالاترین رتبه است، بعدش فرشتگان زیر دست لوسیفر و فرشتگان سقوط کرده، بعدش ارواح خبیثه میشن و تعدادشون خیلی زیاده که تو انجیل و مسیحیت بهشون لژیون هم گفته میشه که به معنی گروه بسیار بزرگه که همون جنها رو تشکیل میدن و داستانها و فیلمهای زیادی راجع بهشون ساخته شده و خیلی هم ما باهاشون آشنایی داریم. حالا وظیفه‌شان چیه و چطوری آزاردهنده میشن؟
یک، وسوسه و گناه. اصلی ترین کاری که میکنن اینه که انسانها را وسوسه کنن که گناه انجام بدن. سعی میکنن با دروغ، فریب، شک و تردید و ایجاد میل به کارهای بد آدمها را از مسیر خدا دور کنند. 2، ایجاد ترس و اضطراب. این ارواح میتونن تو ذهن آدمها ترس، اضطراب، نگرانی و ناامیدی ایجاد کنن و با افکار منفی و دلسرد کننده سعی میکنن آرامش رو از آدمها بگیرن. 3، بیماری و رنج جسمی. در بعضی اعتقادات، تو بعضی روایت‌ها و اعتقادات مسیحی، شیاطین میتونن باعث بیماری‌های جسمی یا رنج و عذاب بشن. البته این موضوع در مورد همه بیماری‌ها نیست، ولی گاهی بعضی بیماری‌ها به قدرت شیاطین نسبت داده میشه. 4، به مولا که ته آزاررسانی شیاطین تسخیر بدنه. تو انجیلم داستان‌هایی هست که نشان میده شیاطین وارد بدن آدم‌ها میشن و کنترلشان را به دست میگیرن. یعنی کنترل بدن به دست میگیرن این کسکشا، و این شخص تسخیر شده کارایی را انجام میده یا حرفایی را میزنه که خودش نمیخواد. 5، ایجاد نفاق و جدایی. این ارواح خبیث سعی میکنن بین آدم‌ها، خانواده‌ها و حتی کلیساها نفاق و جدایی بندازن. با ایجاد سوء تفاهم، خشم و نفرت سعی در نابودی روابط دارن. 6، دروغ و فریب. آنها استاد دروغ و فریب هستند و با استفاده از اطلاعات غلط یا تحریف حقیقت سعی میکنن آدمها را به اشتباه بندازن و از راه منحرف کنن. خب حالا چطوری با این ارواح خبیثه یا جن مقابله کنیم؟ مسیحیان اعتقاد دارن که با قدرت خدا و عیسی مسیح میشه با این ارواح خبیثه مقابله کرد و بر اونها پیروز شد. از روش‌هاش میشه به ایمان و دعا که ایمان قوی و دعای خالصانه، اینا مثل سپر در برابر حملات شیاطین یا جن‌ها عمل میکنن. خوندن کلام خدا یا انجیل، خوندن انجیل و عمل کردن بهش باعث میشه روح قوی بشه و شیاطین نتونن روش اثر بذارن. قدرت نام عیسی مسیح. تو مسیحیت اعتقاد بر اینه که نام عیسی مسیح قدرت بیرون راندن شیاطین رو داره، مثل جنگیری. ساب و کامنت فراموش نشه. ما حمایت کنین، داستانای بیشتر براتان داریم. تا دیدار بعد، بدرود.